اینجا دوشنبه گفتار ادبی را از سلسله رادیو تئاتر سر میکنیم. حالا قسم دومی اینسینیروفکای امضای شخصی را از روی اثر امینجان شکوهی و هلالیان اسکر شنوید. مؤلف اینسینیروفکا اکبر جورایف. ҳавлии абдурашид. вай навдаҳои токи ангурро мебурид. дар даст папка саидхоҷа медарояд. سلام عبدالرشید. سلام سید خوجه اکا. کریم مرحمت دارید. من آمدم که با تو شرطنامه بندم عبدالرشید. اتحادیه پخته تو را با تخمی اسباب‌های ضروری تامین میکند. همین که حاصل راغون داشتی آن را از تو خریده میگیریم. آیا من از عهده پختکاری میبرایم؟ مگر پارسال حاصل همسایت عبدالرحمن را ندیدی؟ و از آن خیلی پول گرفته درآمد کرد. هم خودش فایده دید هم دولت. من راضی. نباشد این شرطنامه را دستمان. пас аз шартномаро имзо гузоштан саидхоҷа гуфт: پگاه به نزد من بیا. تخمی چیزهای لازمی را گرفته میایی. خوب شده است. میایم. البته میایم. ҳавлии султон. саидхоҷа баромада бо ӯ салом алейк кард. سلام سلطان. سلام علیکم سید خوجه اکا. سلام علیکم. خوش فکر کرده برآمدی؟ پس از یک هفته جوابش رو میدی هم گفته بودی؟ سید خوجه اکا، میترسم که مرا هم مانندی محیدین خواجه پس از چند وقت از اتحادیه پیش نکننده. حالا هم سخنی ملا برات بای را تکرار میکنی ها؟ محیدین خواجه فرستاده بای بوده است. به جای فایده به کار ما ضرر میرساند. برای همین او را پیش کردیم. ایستید که سید خوجه اکا، همین به من یک چیز را فهمانید. شما اول رئیس کمیته بدرک ها بودید، حالا سردار اتحادیه پخته. برای چی همین خیل آدم ها را قبول میکنید؟ ناراضگی تو سلطان بی اساس نیست، ولی آدم را یک باره پیشکی شناخته نمی شود. برای به بالاخانه برآمدن زینه به زینه برآمدن لازم است. یک باره پایتان را به آشیانه دویی مانده نمی توانید. خیر سید خوجه اکا، زنده باشیم میبینیم. من راضی. خیر سلطان جان، همه کار من باوری دارم که به خوبی انجام یابد. و شرطنامه را دستمان. султон шартномаро имзо гузошт. саидхоҷа хайрухуш карда бо димоғи чоқ баромада рафт. шаб. саидхоҷа ба хонааш бармегашт. дар назди мазор ногаҳон ӯро касе аз дур чиғ зад. саидхоҷа! вай ба тарафи овоз баромадагӣ нигоҳ кард. ҳамин вақт овози тир баланд шуду тир аз таги гӯши саидхоҷа гузашта рафт. дар торикӣ саидхоҷа муайян карда натавонист ки ин овоз аз кадом тараф баромад. вай дигар нигоҳ карда наистода бо қадамҳои калон роҳи хонаашро пеш гирифт. ба комитети шаҳрии партия ва органҳои советӣ аз қишлоқи сомғор дар бораи амалиёти унсурони зидди советӣ хабарҳои нохуш меомаданд.
در قشلاق غله، چاروا و خوراکواری ها را بایها روز کرده بودند. گرسنگی حکمران بود. شبانه دسته های هنوز محو کرده نشده باسمتچیان آمده عیش و عشرت کرده می رفتند. آنها در قشلاق حامیان خود را داشتند. چند بار کمیسیا رفت، اما هر دفعه به دام دشمنان نقاب پوش افتاده یگان مسئله را حل نکرده می آمد. عاقبت کمیته شهری پارتیا به خلاصه آمد که به سامغار سید خواجه را فرستد. سید خواجه به خانهشان آمد و همان روز یک تنور نان پزانده پگاهی آن را به خورجین انداخت و خرسوار راه سامغار را پیش گرفت. گشت پیشین سید خواجه به سامغار آمده رسید. قشلاق نمودی حزنانگیزی داشت. سید خواجه در نزد چایخانه قشلاق خر خود را بسته خورجین را گرفته به چایخانه در آمد. در چایخانه غیر از سماورچی کسی نبود. یک چایnik چای بده. خیلی تشنه ماندم. چای در کجا؟ آب جوش هست. خیر، آب جوش هم می شود. سماورچی چاینیک را آورده ماند و باز به جایش رفت. در همین وقت شریف، یک مرد خراب و درازی با چشمان اشکالود به چایخانه در آمده به سماورچی مراجعت کرد. یک تو نان افتاده، پسری کسلم از گرسنگی میمیرد. نان در کجا؟ نان در دست خوجینی خودتان. رفته تولا و توبه کنید، بلکه میداده کیست. رفتم دشنام های قبیح داد پیش کرد. حکومت پایلوچ ها کو رو بلشویک ها نان یافتدی حل میگوید. سید خواجه شریف را به نزد خود جغ زده یک پیاله آب جوش دراز کرده گفت: حکومت سویتی البته نان یافته می دید، اما دشمنان خود را هم بیش از آن نمی ماند. پس از خورجین 2 تا نان گرفته داد و علاوه کرد: این نان را برده دید و خودتان به اینجا بیایید. ثانی گپ زنان می کنیم. سماورچی و آدمی نو آمده با چشم حیرت به سید خواجه نگاه کردند. او در نظر آنها چون فرشته نجات بخش می نمود. این خبر زود پهن شد. آدمان گرسنه به سوی چایخانه دویدند. بعد از نیم ساعت در خورجین سید خواجه چیزی نماند. در چایخانه صحبت گرم و جوشانی سر شد. سید خواجه نه تنها از سر و اسرار دشمنان نقاب پوش با خبر نشد، بلکه از بین حاضران به خود یاردمچی ها و تکیهگاه انتخاب میکرد. سید خواجه از شریف پرسید: نامی شما چی؟ شریف شریفکا، غله در کجا باشد؟ تمام غله را بایهای ظالم پنهان کرده سوداگری میکنند و ما بیچاره ها به یک بردنان زار. به این کارها سید قشلاق چی میگوید؟ به نظرم در آنجا هم آدمهایشان کارشان را کرده گشتند. هیچ گپ نیست شریفکا، باز کمی صبر کنید، همه‌اش نقض می شود. بیگاهی در اداره سویت قشلاق بحث و مناظره جدی سر شد. سید خواجه حجتش را برآورده بالای استال گذاشت. من این شهادت نامه من از طرفی گارکان داده شده است. از مقصد ما شما آگاه هستید؟ خوش، از چی سر کنیم؟ یکی از حاضران نظرزاده شهادتنامه را برداشته با دقت از نظر گذراند و پس به گپ سر کرد. میگویند که غله را بایها از اینجا به کدام یک جای دوردست برده گور کردند. در این نزدیکی ها هیچ چیز نیست. ما همه را چپه راسته کرده برآمدیم. رئیس سویت قشلاق سخن نظرزاده را برید. شما دائما یک گپ را تکرار میکنید. اگر خود شما جای غله را میدانسته باشید چرا نمیگویید؟
سید خواجه که به گپ همه با دقت گوش میکرد یک باره از جای خسته خطاب نمود. غله در همین جا. در کجا بوده است؟ شریفکا را به اینجا دعوت کنید. از حاضران یکی خسته بیرون رفت و پس از چند لحظه همراه شریف را گرفته در آمد. این همان شریفی بود که در چایخانه اولین شده از سید خواجه نان طلبید. شریفکا، غله پنهان کرده شده را به ما نشان داده می توانید؟ می توانم ولی نغز می دانم که پس از آن مرا می کشند. نترسید شریفکا. شما و اهل عائلتان را حکومت حمایت می کند. من راضی. نظرزاده هر چند حرکت میکرد که پریشان حالی خود را پنهان کند ولی نمیتوانست. سید خواجه این را حس کرد. به فکر من امروز با همین مجلس کفایه. فردا پگاهی در نزد بینای سید قشلاق جمع می شویم و باز مصلحت می کنیم. حاضران از جای خسته یک یک برآمده رفتند. در خانه سید خواجه، رئیس سویت قشلاق احمدوف و حبیب اللهیف ماندند. حبیب اللهیف به سید خواجه مراجعت کرد. اگر زید نباشید امشب به خانه ما رفته خواب کنیم. تکلیفی بسیار خوب. من دیگر جایی می رفتگی هم ندارم. پس سید خواجه به رئیس سویت قشلاق رو آورده گفت. اگر امشب من در خانه اینها خواب کنم شما راضی هستید رفیق احمدوف؟ مرحمت. اگر خواهش داشته باشید به خانه ما می رویم. تشکر. دفعه دیگر. بعد از مصلحت آنها برآمده رفتند. حبیب اللهیف سید خواجه را برای خوراکخوری به حوله گرفته برد. از حوله بوی زربک پلاو به دماغ می رسید. وقتی که به سر دسترخوان آمدند هوش از سر سید خواجه پرید. نانهای سبز سفید جزدار، گوشتهای یخنی، سمبوسه و شیشه های پر از می ارغوانی دماغ اشتها را به اختیار قطق می کردند. از بین وقت زیادی نگذشته ناگاه به خانه نظرزاده در آمد و گذشته پهلوی سید خواجه نشست. از بین وقت زیادی نگذشته زن زیبای جوان دوتار به دست پیدا شد. او را هم به پهلوی سید خواجه شناندند. او به سرودخانه در آمد. حبیب اللهیف به پیاله کلام عرق ریخته به نزد سید خواجه ماند. سید خواجه نقص فهمید که همه این برای بدام افتادن اوست. بنابراین از دل گذراند که این شب از همه ناز و نعمت مهیا شده تمتع گرفته پگاه به کار خود سر کند. اما باز خیال کرد که آیا اعضایان کمیسیه های از او پیش آمده همین خیل رفتار کرده از عهده یگان کار برآمده توانسته باشند؟ ناگاه به یاد وی سخنان موی سفیدی رسید که در وقت صحبت در چایخانه گفته بود. من گپی بسیاری دارم اما آنها را بعد یک شب در قشلاق ما خوابیدنتان میگویم. آری این سخنان موی سفید به اساس نبودند.
پگاه تمامی اهل دهه خواهد دانست که نماینده کمیته شهری شب را چخیل در کجا روز کرد و پگاه به او کسی چیزی نخواهد گفت. سید خواجه به نان نگاه کرد و چهره آدمان گرسنه قشلاق را به خاطر آورد. سرود به آخر رسید و سید خواجه کار ضروری را بهانه کرده به بیرون برآمد و دیگر گشته نآمد. سید خواجه شب را در حولی یکی از شناسهای خود گذراند. روز دیگر رفتار سید خواجه از دهان به دهان گذشت، در بین مردم پهن شد. در اطراف او کمونیستان حقیقی، دهقانان کمبغل متحد شدند. نهایت با یاری شریفکا و چند نفر فعالان قشلاق سید خواجه غله های پنهان کرده شده را یافت. آن جای تهخانه مسجد بود. غله را برآورده به عرابه ها بار کردند. سید خواجه شماره خلطه ها را به دفترچه اش نوشته گرفت و به شریفکا مراجعت کرد. به شما صد رحمت شریفکا. ما همیشه در خدمت شماییم. چرا حبیب الله و نظرزاده نمی نمایند؟ دین شبانه به کجای غیب زدند؟ درکشون نیست. همیطور گویید؟ رفیقان خواهش میکنم هر کسی که یراق داشته باشد رفته از خانه گیرید. اگر همسایه های دلپور داشته باشید همراهتان گرفته پس از 2 ساعت در نزد چناری سر چهارراه حاضر شوید. احتیاط شرط است رفیقان. من و احمد غله را به سویت قشلاق برده میسپاریم و زود برمیگردیم. همه به 4 طرف پراکنده شده رفتند. شب، خاموشی. چنار کلان پیش ماهتاب را گرفته چهارراه را تاریک کرده بود. ناگاه صدای پایکوبی اسب‌ها به گوش رسید. پس از چند دقیقه از پس تپه دسته سواران پیدا شدند. نظرزاده و حبیب الله در بین آنها بودند. همین که سواران به چهارراه رسیدند از بین درختان از بالای نوده های چنار یک باره آدمان مسلح نمودار شده به سواره ها حمله نمودند. مهمانان ناخوانده هیچگاه امید نداشتند که مردم قشلاق با چنین متحدی پیش راه آنها را میگیرند. پس از زد و خورد کوتاه چندی از راهزنان کشته شدند، دیگرانشان راه گریز را پیش گرفتند. از این غلبه خود فعالان قشلاق خرسند بودند. رئیس سویت قشلاق احمدов به سید خواجه میگوید: آفرین بر شما سید خواجه. خیرت پیشکی مردم را آگاه کردین وگرنه احوال ما بد میشد. اکنون فهمیدید نظرزاده و حبیب الله به کجا غیب زدند؟ این کار آنهاست. آدم را شناختن خیلی مشکل بوده است. هوشیاری را هیچگاه از دست دادن لازم نیست. فهمیدید؟ فهمیدم. بعد از چند وقت سید خواجه را جانشین دیرکتور زواد پخت تازه‌کنی خوجند تعیین کردند. وی در همه مجلس های حساباتی کلخاص ها اشتراک کرده مصلحت های خوب میداد. در قشلاق ها حالا هم دشمنان ساخت نو عمل کرده به تشکیل کردن کلخاص های نو خلل می رسانیدند. هر جایی که کار برار نگیرد سید خواجه را می فرستادند تا که چگل را کشاده
کار کلخاز را به راه ماند. صحن حوله کلخاز. در اینجا مجلس می رفت. رئیس کننده جابیروف به کلخازچیان مراجعت کرد. رفیقان، باز کی گپ زدنی؟ از بین مردم می خیزد. وی از جای استادگیش یک باره به گپ می دراید. برادران، انبار کلخاز خالی، کاسه کلخاز خالی. یگان کس قرض نمیدهد. همه اشکم خودم سیر شود میگوید. برای یک پرچمان آدمان سرسان به کجاها نرفتند. 3 ماه شد که رئیس پیشتره عریضه داده از کلخاز گریخته رفت. اگر لازم باشد باز گپم را دوام دادن میگیرم، ولی بفایده. مردان سخنش را تمام کرده نشست. همین وقت موی سفید از جای میخیزد و به یگان دعوت به بالا به نزد منبر میبراید. او از جابیروف برای سخنگویی اجازت میپرسد. سرم اجازت ده یک چند کلمه گویم. مرحمت. موی سفید به طرف آدم پیش از او برآمد کردگی نگاه ناراضیانه کرد و پس سخنش را سر کرد. رفیقان، گپ‌های مردم همه‌اش حق است، ولی او یک چیزی اساسی را نگفت. آخه در چنین حالت ما چیکار کنیم؟ اگر زندگی کردن خواهیم باید همه ما چون یک جان و یک تن شده مهنت کنیم. عجیبش این که اگر در عائله هر کدام ما یک کم بودی باشد خواه ناخواه ما باید طاقت میکنیم، ولی اگر در کلخاز یگان چیز نرسیده ماند همه نالیش کرده چند جا رو میبردارن. و فکری من رفیقان این گونه رفتار نادرست است. برای مسئله ها را حل کردن پیش از همه یک رئیسی همین درست یافتن در کار. موی سفید برآمدش را تمام کرد و رفته در جایش نشست. جابیروف از جای خسته به کلخازچیان رو آورد. پدر درست میگویند. ما باید اول رئیسی درست یابیم. ما در کمیته پرتوی مصلحت کرده با چنین خلاصه آمدیم که از سید خواجه ارم خوجایف دیده رئیسی بهتر یافتن مشکل است. شما با این چی میگوید رفیقان؟ خوش، فکری همه یک باشد با آواز میمونیم. کسی که سید خوجه و روم خوجایف رئیس کلخاز شود گوید دست بردارد. همه دست میبردارند. سید خواجه از اول تا آخر مجلس سرش را خم کرده به توپی در بالای استال خوابیده نگاه کرده می نشست. شاید وی درباره مشکلی های در پیش استاده فکر و خیال می کرد. تبریک میکنم سید خوجه، برای کار آرزو میکنم. تشکر. کلخازچی‌ها از جای خسته به نزد سید خواجه آمدند و او را صمیمانه تبریک کردند. هر یاری که از دست نمیاد سحری بر وقت روز دویم رئیسیش سید خواجه به فعالان کلخاز گفت: بیایید انبار را بینیم. چی هست و چی نیست؟ در انبار از چیزی به پول میارزیدگی فقط یک قلف است. حتی موشا هم
به انبار بودن اینجا شبهه کرده کیها از اطراف آن دور شدند. در حقیقت در انبار نه 1 کیلو آذوقه‌واری و نه در کاسه یگان سوم پول بود. اکثر اعضایان کلخاز به کار نمی برآمدند. همه برای یافتن 1 برده نان خود را به هر سو زده بودند. برای آنها را از نو به کار کلخاز جلب کردن هیچ نباشد خوراک هر روزهشان را دادن لازم بود. عموما این کلخاز مثل ماشین بلای غوطیده‌ای بود که حتی بنزین نداشت. برای به کار درآوردن موتور آن سوزشواری در کار بود. سید خواجه چند روز خیال کرد که چیکار کند. به اداره‌های دخلدار هم رفت. در همه جا می گفتند امکانیت نیست، عقلتان را کار فرمایید و حسابتان را یابید. خمیر تروش در کار. خمیر ترش گفتید می رئیس؟ بله، خمیر تروش. میدانید برای خمیر کردن نان پختن خمیر تروش در کار است. اگر در خانه خمیر تروش نباشد زنها از همسایه قرض میگیرند. ما هم باید خمیر تروش یابیم. اهل صحبت مقصد رئیس نو را تخمینا فهمیدند. در شهر خوجند ارتل تاجیکستان سرخ ارتل از همه بایترین حساب میشد. در آنجا رفیق نزدیک او زاهد امینов رئیس بود. این ارتل ناس و تماکو قند و مربا تیار میکرد. از کلخاز و دهقانان قاق و مویز را 1 لخت خریده در دکانهای خود چکنه میفروخت. ارتل چایخانه و آشخانه هم داشت. خلاصه 1 ارتل همکاره بود. سید خواجه آشنای خود زاهد امینов را نغز میدانست. هرچند ارتل وی خیلی بای است اما 1 تن هم به هیچ کس قرض نمیدهد. چی باید کرد؟ سید خواجه به جانشینش نگاه کرده گفت علاجی کرده از یگان جا 2 پوت قاق نغز یافته بیایید. با پول نقد باشد هم میلش. بعد آن را به شهر و بازاری بالا برده به من انتظار شوید. فهمیدید؟ فهمیدم ولی بیفایده. زاهد رو فریب دادن کاری آسان نی. من هم به جای وی باشم یگان چیز نمیدهم. اگر به ما کمتر یاری بدهد ارتلش از این کم بغل نمی شود. میلش از کردن چی 1 پوف گفتگیتان رو یافته میبرم. تخمینا ساعتهای 10 سید خواجه به جای تعیین کردهش آمد و لنگه قاق را با 1 دستش برداشته به آشخانه ارتل تاجیکستان سرخ در آمد. در پس میز نزد تیریزه رفته نشست. از آنجا اداره ارتل و کابینت رئیس آن نغز دیده میشد. از کابینت رئیس ارتل هم سید خواجه را برعلا دیدن ممکن بود. پیشخدمت به سید خواجه نزدیک شده گفت حالا فقط آش پلو تیار. میلش آش دهید. پیشخدمت به 1 طبقچه آش آورد. سید خواجه به طبقچه نگاه کرد و از او پرسید همین آشتان چند پارس است؟ 1 پرس. سید خواجه با تبسم به زن نظر کرد و پس آستینش را برزده با 1 استاگی همه آش طبقچه را زیر کرده به دستش گنجاند و چالاکانه به دهانش پرتافت. پس با دست چپ مویلبش را تافته گفت باز 10 پارس دهید. چی گفتید؟ من گفتم که 10 پارس پلو دهید. هر پارسش علاهیده و یا همهش در 1 طبق؟ در 1 طبق. خوب شده است. پیشخدمت 1 طبق پلو را آورده ماند. سید خواجه به آشخوری سر کرد ولی هوش و خیال او در جای دیگر بود. وی امینов را می پایید. سید خواجه می خواست که امینov خودش او را دیده بیاید و این 1 واخوری تصادفی شود. نهایت بعد 4 ساعت انتظاری امینov در کابینتش پیدا شد. ناگاه امینov به بیرون نگاه کرده نیمخیز شد و سانی از تیریزه سرش را برآورده بار دیگر به طرف آشخانه با دقت چشم دوخت. سید خواجه حرکت‌های او را نامعلومانه تعقیب می‌کرد. بعد چند دقیقه امینov به آشخانه آمد و به سید خواجه گرم و جوشان واخوری کرد.
اوه از کجا شما پراند؟ کنی مرحمت. با کاری ضرور به شهر آمده بودم. گرسنه ماندم و سر راه در آمده خوراک خوردم. اکنون روم گفته ایستاده بودم که تو آمدی. کارکنان آشخانه امینوف را دیده سراسیمه شدند. پیشخدمت زود روی میز را به ترتیب آورد. کباب پز چند سیخ کباب سیرروغن را آورده ماند. خیر، احوالت چخیل؟ بد نجوره. من هم حاضر آمدم. از تریزت را دیده خرسند شدم. که ها باز ندیده بودم. وظیفه نو مبارک شود. به تو رئیسی میزبد. ناگاه چشم امینوف به لنگه قاق افتاد و پرسید. این چی؟ نمونه خاک برای فروختن آورده بودم. امینوف به اختیار لنگه را کشاد و قاق را سنجیده گفت. از این چقدر هست؟ 40 تن. 40 تن؟ از کجا؟ آخر در کلخاز شما دندانکاو هم نیست میگویند کو؟ گفتن میگیرند یا؟ با یکان روزی سخت کار میاد گفته روز کرده بودند. انا اکنون مجبور شدیم فروشیم. پول در کار. ایستا کی خریدنی شد؟ خریدار بسیار. اما گپمان نپخت. اندکی قیمتتر خرد گفته نیگفته آمدم. 2-3 روز برداشت میکنیم نشود میفروشیم. خیر من میروم. اندکشن خوراک خور. یگان چیزی نوشیدنی فرمایم. نه رحمت خوراک خوردم. وقت نیست. های دخترک آماده حسابی کنید. هیچ گپ میرفتن گره پدر شما میدیم. سید خواجه لنگه قاق را گرفت و با رفیق خود خیر خوش کرد و به بیرون برآمد. آدم قاق را بردگی کارهای خود را در بازار بود کرده در بیرون سید خواجه را انتظار بود. لنگه را به بالای خر پرتافته ایستاده پرسید. با کجا برام؟ به انبار. به جای پیشترش. امینوف به بیرون برآمده گپ آنها را گوش میکرد. از بین 2 روز گذشت. سید خواجه روزانه با 2 سرکار کهنسال سرسری باد گشته ترجمه حال هر زمین و باغ و میدان را میپرسید. از کجا پارو و خاک شور کشانده آوردن را مصلحت میکرد. شبانه باشد کلخاسچان را جیغ زده آمده دور و دراز صحبت ها میگذراند. در اطراف او الکی یک گروه فعالان جمع آمده بودند. امینوف بعد 3 روز آمد. سید خواجه باوری داشت که او می آید. آنها خیلی گفتگو کردند. امینوف قاق را خریدنی شد. او کیها حساب کرده بود که از این معامله ارتل تاجیکستان سرخ چند پول فایده می گیرد. کنی بیا رویم. قاق را با من نشان ده. در کجا زیر کرده مونده ای؟ من قاق را با کسی دیگر نمیفروشم. گپی مرد یک تا است. من که به تو وعده کردم گپ تمام به تو میدیم. من حاضر وقت ندارم که به تو قاق را نشان داده شینم. مرا کاتبی کمیته پرتوی شهر جیغ زده است. تو رو پگاه پول را بیار. فهمیدی؟ گپ نه همین. پگاه و بعدی پگاه نبیاری قاق از دست میرود جوره. بعد 2 روز امینوف گشته آمد. انا به تو 40,000 سوم. قاق را بیار. انبارچی به شهر رفته است و امروز نمی آید. پگاه که آمد قاق را با آدمان خودمان بار کرده میفرستیم. اگر جور جان به ما باور کنی پول را مانده رو زبان خط می دیم. خب نباشه زبان خط نویس. پول را مانده روم قاق را فرستان. همین طور قاق را نیب و یک زبان خط را سید خواجه به 40,000 سوم پول کرد.
саидхоҷа аъзоёни правленияи колхозро ҷамъ карда гуфт: ана хамиртуруш ҳам ёб шуд. акнун тезтар хамир карда нонро пухтан дар кор, то ин ки ҳам хамиртурушро баргардонему ҳам худамон сири нон хӯрем. ба 10,000 сум гандум, биринҷ, мош, лӯбиё ва равған мехарем. аз дони харида як қисмашро барои тухмӣ ҷудо мекунем. кадуро бисёртар харед рафиқон. дар саҳро мошобаи кадудор ҳузури ҷон. акнун аз бошишгоҳҳои саҳроӣ бӯи хӯроки гарм меомад. зану мард ба кор часпиданд. мувофиқи ваъда колхоз мебоист аз 3 рӯз дер намонда қоқро ба артел бурда супорад. чанд рӯз боз зоҳид аминов нотоб буд ва ҳамон рӯзе ки ба кор омад пеш аз ҳама пурсид: чанд тона қоқ оварданд? 1 кило. барои чӣ? намедонам. вай зуд ба извоши яккасаи худ савор шуда ба тарафи колхози саидхоҷа равон шуд. дар колхоз касе аниқ гуфта натавонист ки раис дар куҷо. пас ба назди амбор омада аз мудири хоҷагӣ илтимос кард: ой ука, амбори қоқро ба ман як нишон де. дар ин амбор кушода марҳамат. қоқ кани? қоқ? қоқ? қоқ аст, қоқи нав. маълум мешавад ки ӯ маро боб кардааст. саидхоҷа дар куҷо? намедонам, шояд дар сохтмони бинои чорво бошанд. бинои чорво? зоҳид извошашро бо ҷаҳл ба тарафи теппа ҳай кард. зоҳид ба қаллоб будани саидхоҷа бовар намекард. ӯ медонист ки ин пулро ё қоқро саидхоҷа албатта ёфта медиҳад, вале ҳаминаш ба вай алам мекард ки чӣ хел ба доми саидхоҷа афтод, чунки худро дар чунин муомилаҳо аз ҳама донотар мепиндошт. ниҳоят аминов ба ҷои сохтмон омада расид. саидхоҷа дар болои тахта истода ғишти девор мечинд. ду рафиқ бо ҳам рӯбарӯ шуданду гуфтагӯи онҳо ранги ҷиддӣ гирифт. аминов хеле гапҳои сахт мезад. саидхоҷа оромона табассум мекарду халос. кор қариб ба мушти хекртак рафта расид. худи ҳозир пулро ёфта медиҳӣ. сабр кун. ҳеҷ воқеъ нашудааст ҷираҷон. фоидаи артели ту ба 1 миллион мерасад. 40,000 ба мо қарз додидия? чаро қарз нагуфта бо гапи дурӯғ маро фиреб додӣ? росташро гӯй зоҳид. агар қарз мегуфта медодӣ? як тин ҳам намедодам. ана ҳаминро ҷӯраҷон ман нағз медонистам. илоҷ набуд. барои кори хайр. ба нияти нағз баъзан дурӯғ гуфтан ҳам зарар надорад ҷӯраҷон. баъди 5-6 моҳ қарзатро медиҳам. худи пагоҳ ба воситаи органҳои дахлдор ҳамчун қарзи колхоз ин пулро ба таври расмӣ ба гардан гир ва ҳуҷҷатро ба ман биёр. набошад. хуб шудааст. ҳамаашро ҷӯраҷон тах мекунам ва худам бурда медиҳам. саидхоҷа дид ки зоҳид ба тақдираш тан дод, аз болои тахта фуромада ба пеши ӯ омад. хайр биё ҷӯраҷон, биё аз аспи ҷаҳл фаро. рафта як ҷоя авқот хӯрем. лекин ҷӯраҷон, мо ошхонаи ту барем, бинои дакаданг надорем. колхозчиёни ту таъриф карда гаштанд ки ҳар пешин ба онҳо хӯроки гарму болаззат мепазанд. кане рафта як мазаашро бинам. рафтем. худат дида бовар кун. зоҳид аз извош фуромад. ҳар ду рафиқ шӯхикунон ба тарафи ошхона рафтанд. ниҳоят зоҳид табассум карда таги дилашро гуфт: ҳарчиам бошад ту бало, ту бало. колхозчиёнатро хор шудане намемонӣ.
شب سید خواجه در ادارهش در سر استال کاری خط می نوشت. در بالای استال رست داد. در بین سید خواجه و از راست کالینین عکس یافتند. این رسم در روزهای کار سیزد یکم عمومی اتفاقی کلخوزچیان در قصر کرملی گرفته شده بود. سید خواجه را با کلمنت یفریمویچ و میخائیل ایوانچ کالینین سیمیون میخائیلویچ بودیان شناس کرده بود. سیمیون میخائیلویچ آمده بود و سید خواجه را خوب سید خواجه این رسم را بار دیگر با دقت تماشا کرد و روزهای گذشته حیاتش به خاطرش آمد. کمیسیه پرتیوی برای آنکه سید خواجه به مسجد رفته است، عرق خوری کرده است، در درگاه بای خدمت کرده است، ارتل تاجیکستان را فریب داده است، او را از صف پارتیا خارج می کند. ولی سید خواجه از کلخاز نمیرد. اولها عرابکش و بعد در زواد پخته بارکش شده کار می کند. در دوره رئیسیش سید خواجه چند بار به کریستیانسکی گزیت درباره مشکلی های کار نوشته مصلحت شده بود. همین طریق سید خواجه با گزیت علاقه مستحکم پیدا کرد. از پارتیا خارج کردن سید خواجه را فهمیده، راهبران گزیت به کمیکزی پارتی کمونیستی تاجیکستان چند بار تلفن کرده خواهش نمودند که این مسئله را از سر نو تفتیش کرده برآیند. پس از تفتیش پارتیوی کمیکزی پارتی تاجیکستان او را باز به صف پارتی قبول میکنند و از نو رئیس انتخاب میکنند. سید خواجه نوشتن را با آخر رساند و مکتوب را به دستش گرفته بلند بلند خواند. По крестьянская газета. ما اولها پاته نوی امریکایی میکشتیم. حالا میخواهیم که به مهین نه گذاریم. عجیبشان که این پخته را ما در زمینی نو کش کردنی. گازیت به این چی میگوید؟ چند سیدی حاصل گرفتن ممکن؟ سید خواجه باز یک بار مکتوب را از نظر گذراند و پس زمین خشک و خالی. سید خواجه و چند نفر کمونیستان راست استاده مصلحت می کردند. رفیقانیستان، من شما را به سر این زمین بی حاصل برای آنکه درباره زمین فکر و ملاحظه کنیم. برای تاجیکستان هر یک وجب زمین به طلا برابر است. به قدر آن رسیدن ضرور. اگر آبروی کلخاز را بلند کردنی باشیم، انا همین زمین های بیکار خوابیده را باید به پختزار تبدیل دهیم. آب را از کجا میگیریم؟ اگر آبی بودگی را درست استفاده بریم، به این زمین ها هم میرسد. به این زمین آدمان چشم کاردان را فرستادن لازم. و این خیل آدم ها در کجا؟ در خودی کلخازی ما. اگر پخته نروید چی؟ این بچیم به مهنت ما و شما وابسته است. همین طریق رفیقان در اینجا پخته مهین نه میکاریم. کنی تراکتورها را های کنید.
قبولگاه رئیس کلخاز 4 نفر جوانان نشسته انتظار آن بودند که کی رئیس آنها را به نزد خود دعوت میکند. برای چی ما یک بار به رئیس لازم شدماند؟ جغز علامتی آن است که ما یگان گناهی صادر کردیم ده. ساعت علاقه 12 شده است. در نزدش باشد کسی نیست، ولی ما را تا حال نمیپرسد. و تا ساعت چند شب کار میکند؟ چی؟ تو مگر او را حالا هم نمیدانی؟ وای از ساعت 6 پگاهی تا 12 شب دو تاز دارد. این خیلی باشد من یک عمر آرزوی رئیس کلخاز شدن را نمیکنم. بهترش 7 ساعت که کار میکنم و بعد چون پرنده آزاد اختیار به دست خودم. همین وقت در اداره گشاده می شود و سید خواجه می براید. وی حرفی نگفته از پهلوی آنها گذشته می رود. جوانها از جای خسته سلام می دهند. سلام علیکم رئیس. سلام علیکم. ولی سید خواجه چیزی نگفته به در برآمد نزدیک می شود. طاقت جوانان تاق می شود و یکی می پرسد. رئیس که ما را برای چی دعوت کردید؟ سید خواجه در جایش استاد. گشته به طرف جوانان یک نظر کرد و پس آرامانه گفت. خود شما نقض میدانید اگر خوب کار میکردید دعوت نمیکردم. یگان تای شما مقدار معین شده زمین را شدگار نکرده اید. پگاه ساعت 5 صبح باید تراکتورتان به کار سر کند. کار امروز تمام نکردگیتان را پگاه تا دیگرها برآمدن اجرا میکنید. من خودم آمده تفتیش میکنم. خوب شده است. سید خواجه برآمده می رود. جوانان به همدیگر با تعجب نظر می کنند. خیریت این دفعه بنی که خلاص شدیم. دفعه دویم بهترش به دستی وی نفتیم. نخود که برای ما شده ساعت 5 پگاهی از خواب خسته به سر زمین آید. و هیچ گپی گفتگیش را فراموش نمیکنند. این طور باشد به شوخی است به کار شدن لازم است. در سمت چپ دهه اونجی تپه های کلان پدیدار می شوند که آدمان محلی آنها را کوه طلاخانه می نامند، زیرا در اینجا غار کلانی هست که همین نام را دارد و یا گویا در زمانهای خیلی قدیم آنجا کان طلا بوده است. رئیس از دامنه تپه به بالا به کشزار سبز و خرم برآمده ایستاده به یاد می آورد که چگونه فکر آباد کردن این تپه به آدمان زیاد معقول نبود. آب به میدان موجوده نمی رسد و تپه را چخیل آبیاری می کنیم می گفتند آنها. آب کل بیکار ایستاده است که جواب می داد اورون خوجایف. حقیقتا پس از آن که در قیراقوم بحر تاجیک را بنیاد کردند، چند کیلومتر دورتر در دامنه طلاخانه در آن جایی که برای بناکاری و راه شغل بسیاری کافته گرفته بودند 2 کل پیدا شد. آهسته آهسته آب این کلها لبریز شده به طرف قشلاق اونجی جاری شدن گرفت. در اطراف این کل و در راه آب روان آن پیش کارخانه های صنعتی پسکنده های بسیاری پرتافته بودند. آب اکنون آنها را شسته به باغ و میدان ها می برد و زیان کلان می رساند. اگر این آب را به تپه ها می برآوردند، از یک طرف کلخاز به 400-500 گکتر زمین نوی کشتباب صاحب می شد و از طرف دیگر از این آب زهر باغات نجات می یافت. ولی لایحه‌کش ها فقط کار خود را فکر می کردند. اداره های لایحه کشی در بالای طلاخانه ساختمان زواد اسفالت را معین کردند. کوه طلاخانه جایی است که از طرف غربیش قصر مدنیت کلخاز، در طرف شمالیش باغ‌ها و خانه‌های کلخازچیان، در جنوب و شرق آن شهرهای نوبنیاد گیالوک‌ها و قیراقوم. خلاصه از همه طرفش منزل‌های آباد و سبز و خرم پیچانده گرفتند.
در چنین مکان ساختن اسفل زواد میبخشید در بهی ناچسبان است. در این باره قراری اداره های داخل دار است. در دوشنبه زواد سمنت را در جای ساختن که تمام دود و غبار آن به شهر می رود. این مگر سبق نشد؟ چی اکنون می خواهید یک باره 4 شهر و یک کلخوز را با دود و بوی اسفالت پر کنید؟ نه، باز می گویم که نمی شود. ای خودی حاضر بولدوزر چیای کلخوز را گرفته بیار. این نشان و نقشه های لایحه‌کش را هموار کرده پرتوید. من شکایت میکنم. با کجایی که خواهی رفته شکایت کردنگیر رفت. به همین چی شد و چی ماند که از بحر ساختمان زواد اسفالت گذشتند. لیکن زمین را بیکار مانده ممکن نبود. هجوم به زمین های هزارها سال بیکار خوابیده کوه تلاخانه سر شد. احوال چاروداران کلخوز در وضعیت طاقت فرسا بود. روز اول که سید خواجه خواست به اسب نشسته خواجگی را دور زند، پی برد که اسب رئیس از گرسنگی از جایش جنبیده نمی تواند و مجبور شد که اسب رئیس سویت قشلاق را پرسد. اسب رئیس که این خیل باشد، احوال دیگر چارپایان کلخوز معلوم است. چی باید کرد؟ ارون خوجایف میدانست که در کلخوز کم باشد هم به هر حال برای چاروا خوراک هست و آن را بعض فعالان به خانه خود میکشانند. شب به او خبر آمد که یک عرابه بیده را از کلخوز به شهر میبرند. تیز به راه برآمد و پیش عرابه را داشت. اوی بیده کجا؟ بیده کلخوز. با کجا میبری؟ با شهر. با خانه ای کی؟